دادگاه ولایت ختلان در جنوب تاجیکستان میگوید که از اول امسال تنها به این دادگاه 28 پرونده جنایی وارد شده است که وابسته به تروریسم و افراطگرایی هستند. دادگاه از این میان در 5 ماه گذشته 20 پرونده را بررسی کرده است و میگوید همه آنهایی که گناهشان ثابت شده به زندان محکوم کرده است. سیفالدین محیدین زاده معاون رئیس دادگاه ولایت ختلان روز 5 ایون به رادیو آزادی گفت که 8 پرونده جنایی دیگر در دست بررسی است و ممکن است روزهای نزدیک محاکمه متهمانش صورت بگیرد. سیفالدین محیدین زاده میگوید 28 پرونده وابسته به نمیو اکی 4 دیگه 307 بسیاری از پرونده ها را به گفته دادگاه دادستان های شهر و نواحی ولایت به ضد آنها باز کردند که به همکاری با اعضای گروهی به نام دولت اسلامی و دیگر حزب های ممنوع متهم دانسته می شوند. حکم یک ساکن ولایت ختلان که همین سال به زندان محکوم شد در دست رادیو آزادی است. رسول جان بخاری به گفته دادستان ها عقیده اعضای داعش را در شبکه‌های اجتماعی دستگیری می‌کرده است و عکس‌های پرچم سیاه دولت اسلامی را بازنشر کرده است. رسول جان بخاری ساکن 24 ساله جماعت دهاتی دوستی ناحیه جیهون را برای آنکه در صفحه اینترنتیش بیش از 10 عکس پرچم سیاهی داعش را گذاشته عقیده های دولت اسلامی را دستگیری می‌کرده است به 7.5 سال زندان محکوم کردند. رسول جان بخاری با تبلیغ افراطگرایی و جلب دیگران به سازمان‌های تروریستی متهم شده است و در پرونده آمده است که تشخیص دولت دینشناسی نشان داده که او به گذاشتن عکس‌های داعش در دعوت‌های عمومی فعالیت اکستریمیستی سهم داشته است. همزمان گفته می شود که این جوان طریق اینترنت به عقیده های سلفیه گرویده و یک برنامه تلویزیونی که بر ضد سیاست کنونی تاجیکستان برنامه پخش می‌کرده است پیوسته تماشا می‌کرده است. او از اول دکبر سال 2016 از جانب کمیته دولتی امنیتی ملی در ناحیه جیهون بازداشت شده است. خانواده رسول جان بخاری و صحبت خودداری می‌کنند، اما دادگاه میگوید که او قسمی از اتهام را در مرافعه اعتراف کرده است. مقامات تاجیکستان میگویند افراطگرایی یک از خطر جدی به امنیت ملی کشور است و ختلان یکی از آسیب پذیرترین منطقه ها در برابر این ظهورات است. سال 2016 در ولایت بیش از 300 پرونده جنایی وابسته به تروریسم و افراطگرایی باز شده است. ماه می امسال خود رئیس جمهور امام علی رحمان از خطر افراطگرایی در ختلان صحبت کرد و گفت 500 ساکن ولایت به عراق و سوریه رفته است و 60 نفرشان در جنگ ها کشته شدند.